نقابی برادرم ایکو با خدا بوی کلتکلس میکنه. من میدونستم که تو زنده ای، میدونستم. این همون ابله نیست مگر ایست. ای بچه بیس تو خطا میکنی. ای بچه کسوما میدارونی با خدا کسوما کل مرا بکل زدی. کمال شکیبت شوکت ایکو شوکت تو چرا انگشترینی مرا گرفتن میخواهی؟ ما از کوههای بلندیم و ما پسی نمیزیبل. ما را شنیدیم؟ ابلهی بناموس من تو را میکشم. حسمی جان مادر جان او بعد یک تیریش زنم. ای بچه کمیسر بگید یه اونا را مسئله حل چی پس اینجا ها؟ بسم الله. همکار این برادر کلتکل شوکت است. با اتاق خانم زینب در آمده است ابله. ای بچه خدا بترس با خدا کمیسر تو اومدم کدیستن دم تبگی کلتکلس رو دیدم میگوید. دیدم راست میگم این همین نقاب در سر همون بود بوی کلاس کدیستن این بو کشته. ای شوکت یک بار سرت رو در بالا گرفتار نکن. در بالا سرت رو گرفتار نکن. یعنی بیشرف نقاب پوشیده پنهانی به قصر می آمده است. آخر ازمی جان خوب او کلاس بود یعنی کافی ساخیر کن یک قرار دهید کلتکلس بود یا نبود آخر. خانم مینیس ما خودمون همین را فهمیدن میخواهیم. شد همکار من با این گپ میزنم. تو با خانواده ادرو وقت دیر شد. من میرم میل که زبایز حالا شوکت استثنا کنه آرام شو. تمام بیاره تمام